چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من پیک هستم و خیلی خوش اومدی به یه ویدیو جدید. بچه‌ها داخل این ویدیو من یه سنس DPI دکمه خیلی خفن و عالی براتون جور کردم. دیگه بریم یه تست ساده داشته باشیم، بعد سنس و ستینگ رو بهتون نشون میدم. خودتون میدونید بچه‌های گل، شما آدم خوبی هستید. یه دونه بود که یه دونه اسپیجی صدای بازی رو کردم نخورد خورد نخورد بچه باشی. من اولی سنسم خیلی کنده، یه دقیقه ویدیو رو کات میزنم، سنس اولیمو یه هم بالا پایین کنم ببینم بهتر میشه. اوکی بریم. اسپیدی من اصلا بازی نمیکنم وایسا، یعنی باور میکنیم 5 روز از تو گیم نرفتم، 5-6 روز از تو گیم نرفتم. تا یه پیش خوب من چرا امپی نمیگیرم؟ اینقدر خوب میزنم اینجا خوب نمیخوره. شرمنده اینجا باگ هیچ وقت نمیشه اینجا توست نکنه. نگفتم همیشه تون بخشن میاد واقعیه. اینجا اصلا سنس رو فقط بشکشون مهم نیست. اینجا دیگه رو رفت بگیرم دیگه کنید اکانت هم بگید بند شد. لیبل رفته و اکانت اصلی بند شد، بند نشد، تبر شد. بسیاری فکتوری شدم دیگه. سنن قضیه این اکانت هم رو دوست دارم. معنی اکانت خود تو فشانی میدنی ها. زمینی شاد شدیم خیلی خفن میشه کناره. Double kill. دیگه داداش شما نبه توقعتون خیلی بالا باشه. زینا میخوره و اینا دیگه Triple kill. زمانو خیلی خوب داره. خودتون هم میدونی دیگه بپایین سوس دیگه. Quadra kill. Let's go. Dominating. Unstoppable. با کلوه اینو که دیگه بچه برید DPI رو همیشه همیشه بزن حداقل اگه شیامیاسی بزن حداقل 700. Double kill. من DPI کنم رو 400 ولی به نظر من Double kill. همیشه کم در Quadra kill. دیگه چی میده بکنیشون
پلیر ریزم یه هد میزنم Double kill. چطور وایسه اینا هد نمیخورن زده فشار یعنی یه عادی یعنی دست رو یه روی هد خب بدون نظر یکی فشار وای با خدا وکیلی یا چه کنم فشاری هم آها خدافظ بچه دیگه تا یه ویدیو بعد